عزیز، انمی لحظه و انمی ثانیه ما شما را از عکس نکاح دولتی میگذرانیم و من از عروس نازنین میپرسم که عروس نازنین صبرینا دولت و شما راضی هستید که با انمی جوان نازنین امید صبوری و شوهر باشید؟ داماد عزیز امید صبوری، شما راضی هستید که با انمی دختر نازنین صبرینا دولت و ازدواج نمایید؟ بله، من راضیم. من هیچگاه معیوب نبودم. با این رفتار را میخواستم دختری را پیدا نمایم که برای او دولت و ثروت، سطح زندگی و وضع سلامتی من هیچ اهمیتی نداشته باشد. برایش مهم همدل و هم نفس خوب لازم باشد و من همسفر آرزوهای خود را پیدا کردم. خواهران عزیز، برای خوشبختیتان درست اندیشه کنید. دولت و ثروت نه همه وقت شما را خوشبخت کرده میتواند. عائله را مقدس دانید.